الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد طبق عادت پیشین از درگاه الله مهربان خواهانی هستم که الله این صحبت ما بندهای گناهگار موجب ثواب موجب هدایت بر من و شما نصیب روزی بگرداند. و امروز هم خواستم در اطراف یک احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که به ما و شما موضوع مهمی رو بیان میکند به سمع شما برسانم. این حدیث همچون در امام مسلم و در امام بخاری روایت شده ابی هریره رضی الله عنه روایت میکند اذا نظر احدکم الى من فضل علیه فی مالی و خلقی فلینظر الى من هو اسفل منه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا به ما و شما نصیحتی زیبایی میکند. میگوید که یک انسان را که دیدی هم سن و سال تای رفیق تای میبینی در مالداری از تو مالدار است یعنی مال زیاد داره یا اینکه خلق خوب دارد، رسول الله میگوید درو مغرور نشه، درو نعمت الله را نادیده نگیر، باز نظر که به دیگر طرفت با بعضی رفیقای داری، بعضی انسان‌های بگیم دوستای داری که اونها در مالداری و در خلق اخلاق از تو کمتر هستند. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت مسلم میگوید که بسیار به بالا نظر نکن تو که نعمت الله در تو کم میده تو. یعنی بنده هر وقت که فقط آدمایی که از خودش مالدار و ثروتمند هستند و آدمایی که از خودش خلقای خوب دارند بسیار به همونها نظر کنه، از نعمتایی که الله برای او داده است او بنده ناراضی میشه. الله میگوید، رسول الله میگوید به این طرف هم نظر کن با الله مهربان رفیقایی که به تو داده است در یک جمعه نشسته و در یک جمعه خیسته میخورده، در خلق و در مالداری هم از شما کم است. به همین خاطر عزیزان دل کوشش کنیم که نعمتهای اللهی که به ما داده است او را کم نشماریم و هر وقتایی که به برادر نظر کردیم که اذیت مالداری از ما بالا هست یا اذیت خلق با به دیگر طرف هم نظر کنیم برادری داریم که از من و شما پست هستند. الله متعال در این دنیایی که امروز پر از فتنه مثل باران میبارد، الله متعال در راه اهدنا الصراط المستقیم یک و یک ما را نگهبان باشد.